بیانکینگ هستم. امروز داخل این ویدیو بسیار بسیار جذاب اومدیم به بعضیا که نمیتونن کنسول بازی ندارن که بعضی از بازی ها رو دانلود کنن مثل جی تی ای وی و بعضی ما خیلی مشکل دانلود جی تی ای وی داریم. حالا ما جی تی سن اندریاس رو میتونیم دانلود بکنیم اما جی تی ای وی 5 سخته. بعضیا میرن مودهای خارجیشو میریزن، فارسیشو میریزن و دیتا میخواد و خیلی دنگ و فنگ داره. من میخواستم بهتون امروز داخل این ویدیو بهتون یه چیز خیلی کوتاه و مختصر بگم برای بازی جی تی وی که راحت بتونید دانلودش بکنید و بازی بکنید و حتی گیم پلیش هم براتون میذارم. خب اول از کار ما باید داخل مرورگرمون بریم. بذارید من برم داخل مرورگر دوباره ردی میکنم. خب دوستان الان من داخل گوگل هم هستم و داخل اون جستجو باید بنویسیم دانلود هپی مود. احتمالا بعضیتون برنامه هپی مود رو میشناسید و یه جوری برنامه معتبری است برای بازی های مود. بین اینجا باید بنویسید و بچه ها معتبرترین سایتش هست این هستش که این رو دانلود بکنید بهتر بازی رو براتون اجرا میکنه و از این استادیوم میتونید دانلود بکنید، هیچ فرقی نداره. اما بالایی سایت رسمی خود هپی مود هستش. خب حالا روش کلیک میکنیم. اینترنتی کوچولو ضعیف است. خب بچه‌ها بعد از سالها این اومد. حالا این قسمت دانلود رو ما باید بزنیم، خودش میره برامون پایین. ما حالا باید این قسمتش رو بزنیم. این قسمت رو باید کلیک بکنیم. حالا در این قسمت برام یه چیز انگلیسی میاره. اینور بستنه که لغو بکنیم و اینورم دانلود برنامه است که ما رو دانلود برنامه میزنیم و این بالا رو اگه بزنیم مشخصات دانلود هپی مود میاد که حالا هپی مود برامون دانلود شد. بچه خیلی سریع هم معمولا دانلود میشه. خب حالا باید بزنیم تا هپی مود برامون دانلود بشه. یه کوچولو زمان میبره چون برنامه بهتون بگم اینو گیگه و همون حافظه این بازی نزدیک 4 گیگابایت هستش. اگه حجم ندارید یه نزدیک 7 گیگ بعد خالی بکنید تا اینو دانلود کنید. از اون هم 2 گیگ جی تی ای رو دانلود کنید. حالا ما بریم داخل. شما اگه با فیلتر بریم بهتر براتون باز میشه. اگه براتون بهتر باز شد از اینترنتتون هستش. این از هپی مود. خب اینجا هر چیزی که برام میاد مجاز رو بزنید چون الان من تازه دانلود کردم. پایین اگه ببینید 70% برامون 73% الان برامون پر شد. همینطوری باید بره بالا. برای اولین بار برای دومین بار دیگه میره. بازم این تبلیغات ها شروع شد دیگه. خب حالا اینجا که رفت ما در این صفحه هستیم که جی تی سن اندریاس اگه میخواین دانلود کنید میتونید از همینجا دانلود بکنید دیگه. آرم جی تی سن اندریاس رو میدونید دیگه همتون، از اینجا میتونید دانلود کنید. حالا میخواین جی تی وی 5 رو دانلود کنیم بعد کجا بکنیم؟ باید بریم پایین. اگه دیدیم پایین براتون میبینیم رو قسمت گیم اونجا و اینو تا میتونید بریم پایین تا که رفتین پایین لیست بخش‌های از بازی رو براتون میاره که ما روی اولیش اکشن کلیک میکنیم. رو این قسمت کلیک میکنیم.
حالا که کلیک کردیم برامون 2 تا گزینه میاریم پایین. اگه همینطوری داخل هپی مود برید و بزنید اون معتبر سایت خود جی تی وی رو براتون نمیاره تا که برید داخل قسمت های اکشن گیم تا بتونید دانلودش کنید. حالا من قسمت اولی کلیک و از اینجا میتونید دانلودش بکنید. به این سادگی میتونید دانلود بکنید، حتی گیم پلیش هم اینجا میتونید ببینید. فقط دوستان این بازی یک وجود گرافیکش پایین هستش و شما میتونید با گرافیک بازی رو ببرین بالا، به همون سطح موبایلتون میتونید ببرین بالا. اگه موبایل پرقدرت دارین که راحت میتونید ببرین بالا و اگه ضعیف که یا نرمال میتونید خودتون تنظیمش بکنید. و بچه‌ها بگم این بازی مرحله اول داره، مرحله اولش از کنسول سخت‌تر هستش و بعد که مرحله اول بازی رو تمام کردید دیگه میتونید داخل شهر راحت بچرخید. خیلی خیلی سپاسگزارم تا آخرین ویدیو همراه من بودین. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. اولین کامنتی که خیلی بیشترین لایک خورده باشه خودم میام به شخصا لایکش میکنم. تا ویدیو دیگر خدا یار و نگهدارتون.